هر کسی، رسانه‌های خبری رسمی دولتی، رادیو زودی رو طول یک سال آخر پیگیری کرده باشد به خوبی درک میکند. البته که حکومت تاجیکستان با تمام اقتدارش خود را به یک ابزار تبلیغاتی علیه بدخشان و مردمش تبدیل داده است و در خط پیش این محاربه کمیته دولتی امنیت ملی با رهبرش قرار دارد. همزمان با این هر هفته گزارش از خلع سلاح به مقدار کلان منتشر می شد. اگر کسی این امور رو جمع می کرد با این مقدار اسلحه لشکر چین رو می شد مسلح کرد. این تبلیغ تا به جای رسید که حتی رحمانوف در خاروخ عیناً همون گپای را زد که فابریکه جوابیتی مفان را در هر شهر خود در شبکه ها می نویسند. یعنی ماشین تبلیغاتی غیر حرفه‌ای یتیموف به درجه به مقامات تأثیر رسون شده است که رهبر دولت و از سخنانی کوچه بازاری استفاده کرده یک قوم رو به شیوه نهایت دغل تحقیر کرد. از همین خاطر امروز یتیموف میخواد این افسانه های بافته خود را به هر رایی نباشد ثابت سازد. این حادثه الکی به وقوع پیوست. منظورمون داغی که با تحقیر روی راست و این مردم از طرف رحمانوف و چه از گزارش های مقامات امنیتی به دل مردم و مخصوصا جوانان جای دادن خیلی سالها را میخواد که از خاطر مردم زدوده شود. از این سرکردگان نام نمیبرند و نخواهند برد تا بازداشت یا به ضرر کردنشان. سال 2012 نیز هنوز که جنرال نظرزاده زنده بود، در تاریخ 9 اپریل الکی این سرکردگان در پیگرد انترپول قرار داشتند. یعنی اون وقت الکی جنرال نظروف محکوم به قتل شده بود و طبق نقشهشون این سرکردگان باید به افغانستان می گریختند، ولی نقشهشون پر عملی نشد. بدتر نسبت حاج علی چنان ماهرانه روی گریزش رو طرح ریزی کردند که راست به دستشون رسید. گمان میکنم یتیموف و بزمقوف یک چنین نقشه رو در بدخشان پیاده کرد. بله، از هیچ کس پوشیده نیست که این حکومت همیشه از بازیگران اساسی انتقال مواد مخدر است و بود. اگر در ابتدا در وقت سید امیر ظهور و کارمندان کمیته نقشه کانوای مواد مخدر را بازی کردند، با به سر قدرت آمدن یتیموف و کوموف و زار را عزت الله این بازار کلن انحصار شد و آن جوانان بدخشانی را که با این مواد بازداشت کرده بودند خود نتیجه پدستوی و نام پدستوی مقامات امنیتی بود. شکاف که در بین تمام مناطق تاجیکستان وجود داشت که در ابتدای سالهای 90 نسل گذشته شاهدش بودیم. در این 26 سال ما باید این شکاف رو تعمیر میکردیم، ولی حکومت این روزا تمام سعیش رو به اون روان کرده است که این ملت اصلا تشکل نیابد. دیگر اینکه بی‌طرفی دیگر مناطق متاسفانه باعث پراکنده تر شدن به این هم ملت پراکنده می شود. خیلی متاسفم.